فعالیت منتظم و تامین بی‌میلان منطقه با قوه برق از تامین سریع ترانسفورماتورهای فرسوده شده و عوض نمودن سیمچوب‌های در حالت صدمه‌ای قرار داشته به ستونپایه‌های آهن و بتونی وابستگی دارد. سال جاری از طرف کارمندان شبکه‌های برق نوحه شهرنو در این سمت کارهای معین به انجام رسانیده شده است. همچنین جمع‌آوری سریع مبلغ از حساب استفاده قوه برق یکی از سمت‌های مهم فعالیت شبکه‌های برق شهر و نوحه‌ها میباشد. در این سمت کارمندان ساحه فروش شبکه‌های برق نوحه کارهای فهماندهی را در بین اهالی پرزور نموده به نتیجه‌های مثبت نائل گردیدند. طبق نقشه چهاربینی عایدی زمستانگذاری سال‌های 2018-19 در شبکه‌های برقی نوحه شهرنو از طرف شرکت سهامی خالدینگ کشاده برق تاجیک شبکه‌های برقی مرکز که از 4 بند عبارت است تا امروز ما پورا 4 بند اجرا کردیم. این باشد علاوه نمودن روغن ترانسفورماتوری در زیرسازی ترانسفورماتوری 1004 به مقدار 1000 لیتر. بعد عوض نمودن سیمچوب‌های فرسوده در خطهای هوایی 1004 کیلووات به مقدار 30 عدد اجرا کرده شد. عوض نمودن جداکنک‌های راستپیوندی 10 کیلوولت به مقدار 8 عدد اجرا کرده شد. عوض نمودن جداکنک‌های 04 در زیرسازی ترانسفورماتوری به مقدار 20 عدد اجرا کرده شد. همزمان از جانب کارمندان شبکه‌های برق نوحه در دهه‌های نوبنیاد جماعت و دهات نوحه شهرنو سیم‌های قوت‌نوکی‌شان بلند و سیمچوب‌های آهنی و بتونی نصب کرده می‌شود. طبق نقشه چهاربینی زمستانگذرانی با ما 30 عدد سیمچوب باید عوض می‌کردیم و پورگی عوض کردیم. غیر از این زیادتی ما در دهه‌های سودا بعد قزل بیرق سیمچوب‌های دهه رو پورا عوض کردیم. خب عایدی عوض نمودن ترانسفورماتورها باشد در دهه قهرمان 2 ترانسفورماتور علاهیده برای سربار بودن ترانسفورماتور علاهیده گذاشتیم. حاضر در دهه شورا باشد باز یک ترانسفورماتور دیگه به نقشه گرفتیم. عایدی رنگ و بار نمودن زیرسازی ترانسفورماتوری پورا ما زیرسازی ترانسفورماتور رنگ و بار نمودیم. جداکنک‌ها عوض کرده شدیم. به خاطر از بین بردن سرباری و بلند برداشتن صفت تامینات با قوه برق در دوره تیرمه و زمستان در پیش ایستاده مسئولین شبکه‌های برق نوحه شهرنو نیادوران تجهیزات نو وارد نمودند. همزمان زیاده از 20 عدد ترانسفورماتورهای دهات را از تعمیر برآورند.